بعضیا نشستن از قبل برای شورای نگهبان هم دارن نسخه میپیچن. آقا تو چه کاره هستی؟ به چه حقی اظهار نظر میکنی راجع به دیگران؟ سلام، داشتم سخنرانی عنتری تو خوزستان رو میدیدم. فکر کردم شاید زیر گرد و خاک کتککاریاش با عظما حقش خورده بشه و چند تا جایزه رو که باید بهش بدن از دستش خارج کنن. آماده شدن شرایط جهان برای رسیدن به اون آرزوی تاریخی است. نه با یه سنگ پای طلایی میخواد که زیر آفتاب داغ که بسیجی هم با ساندیس وای نمیشه کتاب علوم دوم راهنمایی رو برای ملت خرج میکرد. عزیزان من، 10,000 سال از عمر انسان بر زمین میگذرد. از کتاب علوم رفت تو کتاب تاریخ. بگی منو. ونزوئلا در آمریکای لاتین، منطقه‌ای که 400 سال به طور پیوسته تحت سلطه استعمارگران بوده است. بعدش هم کتاب تاریخ و جغرافیا و تعلیمات دینی رو قاطی کرد. چه آش شلقلم کاری. یک مرد بزرگ، یک قهرمان به نام آقای چاوز پرچم توحید را بلند می کند. ملت ها یک پارچه گرد او جمع می شوند. حالا ملت های یک پارچه هم جمع نشن، آقا محمود توی 2 هفته 2 بار میره به مادرش تسلیت بگه. در عزای مردم ونزوئلا رفتیم شرکت کردیم. فکر کرده همه بسیجی و خنگ و پپن مثل خودش. صدها هزار نفر به محض اینکه ما وارد شدیم مثل انفجار در آتش فشان همه مشت‌ها گره کرده، دست‌ها بالا، با صدای بلند فریاد می‌زدند ویوا ایران. محمود چخان اختیار داری، لازم نبود تا ونزوئلا بری. تو ایران خودمون هم هر کی تو رو ببینه مشت گره میکنه و با صدای بلند فریاد میزنه زمینی مفتی میده هر وقت محمودا بروز رفت. یعنی رای بدید به من بدبخت محمودا بروز رفت. ولی همه این حرفا رو مقدمه تلقی کنین تا برسیم به جایزه نوبل اقتصادی برای محمود چاخان به خاطر راه حل تکان دهنده مشکل بیکاری. جوونا هم دست به دست هم بدن، یه تکونی بدن، یه 50,000 تا جوون بره سر کار انشالله. میخوای 2 تا تکون بدن تا 100,000 جوون برن سر کار؟ اگرم بخوای میتونن بندری برقصن و تکونا رو زیاد کنن که مسئله بیکاری از اساس حل بشه. بزن بری. پیچه بسیج شل شده باید چند نداره کوکات طرف مریده ما حال و قرار نداره. اگه او با تون داره ما با کل